ایران یعنی فرهنگ، یعنی تمدن، یعنی تاریخ. ایران یعنی هنر، یعنی تنوع جغرافیایی، یعنی ادبیات و ایران یعنی عشق. خب حالا برای اینکه با فرهنگ و تمدن و رسم و رسومات زیبای ایران آشنا بشید، با من قدم بگذار در شگفتی ها. چهارشنبه سوری یکی از رسم و رسومات و جشن‌های خیلی قدیمی ایران. هر سال در آخرین سه‌شنبه سال، یعنی شب قبل از چهارشنبه آخر سال، توی اسفند ماه برگزار میشه. این آیین به عنوان آغاز جشن‌های نوروزی شناخته میشه و به نوعی برای خداحافظی با سال گذشته و استقبال از سال جدید. برخی پژوهشگرا واژه سور رو به معنای جشن و برخی دیگه اون رو برگرفتن از واژه پهلوی سوریک به معنای سرخ میدونن که نشانه ای از سرخی آتش یا سرخی و سلامتی فرده. شاید به خاطر همینه که توی اصفهان چهارشنبه سوری رو به صورت چهارشنبه سرخی تلفظ میکنن. چهارشنبه سوری به این صورت بوده که در گذشته هر خانواده‌ای روی پشت بام، حیاط یا فضای باز خانه خودش و امروزه هم که توی حالا خیابون‌های نزدیک محل زندگی هر خانواده‌ای میان بوته‌های خشک یا گون رو در قدیم 3، 5 یا 7 اعتقاد داشتن که باید عدد فرد می بوده. این کپه‌های آتیش رو، کپه‌های خارها یا حالا خشک گون رو آماده می‌کردن و با تاریک شدن هوا همه با هم دور هم جمع می‌شدن و این کپه‌ها رو آتیش می‌زدن و روی اون می‌پریدن. فلسفه این کار این بود که مردم اعتقاد داشتن که با پریدن از روی آتیش بدی‌ها و بیماری‌ها رو به آتش می‌سپارن تا در اون بسوزن و به جای اون گرما و انرژی و نور رو از آتش برای شروع سال جدید دریافت می‌کردن. به خاطر همینم وقتی که از روی آتیش می‌پریدن این شعر رو با خودشون زمزمه می‌کردن که زردی من از تو، سرخی تو از من. در برخی منابع پریدن از روی آتش رو به داستان اساطیری سیاوش تعبیر کردن. توی این داستان سیاوش از آتش گذر میکنه و به خاطر پاک بودن سالم از آتش بیرون میاد. چهارشنبه سوری تو ایران با آداب و رسوم خاصی برگزار می شده و یکی از مهمترین اهدافش جمع کردن خانواده ها دور هم و برگزاری جشن سرور بوده و هست. از رسومی که تو گذشته برگزار می شده میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم. بالگوش نشینی تو چهارشنبه سوری. بالگوش نشینی یکی دیگه از رسوم چهارشنبه سوری تو ایران بوده. این مراسم اینجوری بوده که با تاریک شدن هوا که شناسایی آدم‌ها از هم دیگه سخت‌تر می‌شد، اونایی که دلشون می‌خواست بختشون باز شه زیارت برن یا کلاً هر نیت دیگه‌ای که داشتن از خونه بیرون می‌رفتند و به حرفای رهگذرا یا حتی اهالی خونه گوش می‌دادن. اولین چیزی که به گوششون می‌خورد و شاد و خوشایند بود و نیتشون رو به فال نیک می‌زدند و زن قاشق زنی. تو گذشته یکی از مهمترین رسوم چهارشنبه سوری به حساب می‌اومد. تو این مراسم دخترها و پسرای جوان چادری رو سرشون مینداختن که شناخته نشن، جلوی در خونه دوست و همسایه خودشون میرفتن. صاحب خونه با شنیدن صدای قاشق که به کاسه میخورد میومد جلوی در و داخل کاسه اونها آجیل چهارشنبه سوری، شیرینی، شکلات، نوخ، گاهی هم پول ریختن. همچنین گفته شده که مثلا اگه کسی تو خونش یه فرد بیماری داشت به نیت سلامتی اون این کارو میکرد و میرفت به هر مراسم قاشق زنی و در نهایت خوراکی هایی که از همسایه ها میگرفتن و میدادن به بیمار تا سلامتیشو دوباره به دست بیاره. از این مراسمات کوزه شکنی. تو بیشتر شهرهای ایران بعد از پریدن از روی آتیش کوزه ها رو میشکستن. مردم معتقد بودن که بدیومنی به درون کوزه میره و شکستن اون باعث از بین رفتن بدیومنی و در واقع بلاگردانی میشه. تو بعضی از منابع گفته میشه که از اونجا که ظروف سفالی لعاب نداشتن و در طول سال از اون استفاده می شده و درون اون قابل شستشون نبوده، به لحاظ بهداشتی در واقع آلودگی های داخلش وجود داشته که از بین نمی رفته و باقی می مونده، اونو می شکستن و در سال جدید کوزه جدید رو جایگزین اون می کردن. یکی دیگه از رسوم بسیار زیبا در شب چهارشنبه شاهنامه خوانی و حافظ خوانی بوده که یکی از رسوم خیلی زیبا تو شب چهارشنبه سوری که خانواده ها دور هم جمع می شدن و با خوندن داستان های شاهنامه و تفعال حافظ شب خودشون رو می گذروندن.
آجیل و شیرینی که دیگه جدایی ناپذیر جشن‌ها و مراسمات ایرانی ها بوده در گذشته، که دیگه از رسوم زیبای چهارشنبه سوری است که اعضای خانواده با جشن گرفتن و دور هم جمع شدن کام خودشونو شیرین میکردن. تک تک این آیین و رسوم نمادی از نور و شادی و امید به آینده است و در مناطق مختلف ایران به طور متنوعی برگزار میشه. به طور کلی در تمام طول سال ایرانی‌ها به بهانه‌های مختلف جشن‌های آیینی و باستانی دور هم جمع می‌شدند و هدف از این دور همی‌ها دیدار خانواده‌ها و دوستان و شاد بودن و امید به آینده‌ای بهتر بوده و هست. و چهارشنبه سوری هم یکی از همین جشن‌هاست که با وجود رسم و رسومات زیبا یادآور دور همی‌ها و شادی‌ها و رسم و رسومات زیباست و اینکه رفتن از تاریکی و سرما به سوی گرما و نور و امید و به استقبال اومدن سال جدید و امید به آینده‌ای بهتره. اگر از قدم زدن در شگفتی ها با من لذت بردید، فراموش نکنید که کانال ما Step in Wonders رو دنبال کنید و این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید و لایک کنید و برام بنویسید که آیا توی شهر شما رسم و رسوماتی به غیر از چیزایی که ما گفتیم وجود داره و انجام میدید. نظراتون رو برام کامنت کنید.